مولوی صاحب، ما فهمیدم که والا دین حق دین اهل سنت است. میوند خان راغی. میوند وروره مایک مخلص کړئ. تاسو څه ویل غواړئ؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. ما قدر پشتو نمیفهمم، نام خود پشتو موندیم، چون دوستایی که یا قومه و خیشای ما که در تیک تاک مرا میدیدن، خیلی مرا دشنام میدادن، دو میزدن، میگه تو میری هر جای میگی ما سنی شدیم، اگر شدی پت کو چرا برکلگی میگی. الله اکبر، الله اکبر. داری میفهمیم؟ نعره آره صاحب، داری میفهمیم؟ تکبیر. بانی ما هست. الله اکبر ولله. الله اکبر ولله الحمد. آری صاحب، ما وقتی که ما خو مسجد نمیگیم، حسینی هم میگیم. ما چیم شما میفهمین نمیفهمیم. ما اصلا مسجد اهل تشیع هستیم، ما مسجد نداریم، ما حسینی هم میگیم. اینا ما هر وقتی در حسینی هم میرفتم دیگه ما هیچ گپی دیگه نداشتیم، میگفتیم یعنی لعنت میفرستادیم برای سه خلفای راشدین و برای ازواج پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دیگه هیچ گپ در حسینی های ما نبود که ما را بگویا نماز بخونین، نماز فرض است، نیکی کنین، خوبی کنین. فقط امی که هر نمازی که میرفتیم یا هر وقتی که اونجا میرفتیم در محرم که نه سبا دای محرم است، از ما تمام فامیل ما سبا زنجیر زنی میکنن و جسینه زنی میکنن. ما الحمدلله که از این کارهای از این دست کشیدم و من میگفتم که چرا فقط در مسجد وقتی که مرا یکی از دوستایم برد در جنازه یکی رفته بودم، وقتی که در جنازه میرفتیم والله ما دعا نمیکردیم بر میت، میگفتیم دعا نمیکنیم چون اینا ناصبی میگفتیم است ناصبی. وقتی مرا در جنازه برد بعد از نماز جنازه یک روز دیگه مرا در مسجد برد، وقتی که نماز خواندم من خطبه را که گوش کردم در اوجا گفتن که حسن و حسین سردارای اهل جنت در عربی گم. ما او را فکر کردم البته دشنام دادن. البته ما گفتم که چی گفت به عربی؟ گفتم اینجا نام حسن و حسین گفت حسن و حسین سردارای بهشت هستن. والا ما گفتم این رخ میگفتم که یا ناصبی هستن این چطور؟ مسجد تا مسجد سلفی بود. گفتن ما که یا مرا یکی گفته بود که مسجد وهابیا است، اگر وهابیا سردار جنت میگه خود سنیا خو بیخی سردار جنت میگه. مولوی صاحب، ما فهمیدم که والا دین حق دین اهل سنت است.